بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم روز در مجلس نشسته بودند، مجلس صحابگان در مدینه منوره، و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند که لودیت لو رأیت اخوانی، من دوست می‌دارم که برادرهایم را ببینم. صحابگان در حیرت افتادند که اولسنا اخوان، یعنی اوی رسول الله، یا رسول الله، آیا ما برادرهای تو نیستیم؟ پیامبر گفتند که لستم اخوانی بل انتم اصحابی، بلکه شما اصحابی من هستید. اخوانی لم یأتوا بعد، اخوانی برادرهای من حالا نآمده اند، در آینده می آیند. لهم اجر 50، این برادرهای من که در آینده می آیند برای اینها اجری 50 برابر است. رسول الله را صحابگان سوال کردند که منهم او منا، یعنی 50 برابر در زمان خودشان از خودشان 50 مراتب زیادتر است. یعنی امروز مثلا یکی از ما عملی زیاد بکنیم 50 مراتب ثوابمون از یکی همدیگر زیادتر می شود. یا که گفتند عملهای در آخر الزمان امتی برادرهای شما اومده عملهایش 50 مراتب ثوابش زیادتر از ما صحابگان است. پیامبر گفتند بل منکم، بلکه گفتند از شما 50 برابر زیادتر است. یعنی سبحان الله، رسول الله گفتند که در آخر الزمان یک برادرهای من می آید که امتی من موحدین به دین چنگ میزنند و همین دین را چگونه ای که لخشه کف دست را میسوزاند اونها میدارند، اگرچه بسوزند مشقت کشان میدارند، اینها 50 مراتب ثوابشون، یک عملی ثوابشون 50 مراتب زیادتر از شما ای صحابگان است. و در روایت اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی گریه میکند. از همین جهت این حدیث دلالت میکند به شأن و شرف و قیمت و درجه موحدینی که در آخر الزمان می آید، زیرا که غربت چگونه که در اول اسلام بود در آخر الاسلام همچنین میشه. پیامبر گفتند جاء الاسلام غریبا و سیعود غریبا و طوبى للغرباء، اسلام به غریبی آمد و زود است که غریب می شود و خوشا به حال غریبان. و پیامبر گفتند یاتی زمان علی امتی القابض علی دینه کالقابض علی جمره، یک روز به امت من می آید که در آینده چنگ زننده بر دیندار به مانندی کسی که گویا که در کف دستش لخشه انگشت رو می دارد. یک لخشه انگشت رو به دستت بگیر بدار که چگونه می سوزد، درد می کشی، علم می کشی و می سوزی. این چنین دیندار شدن به دینی پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده به طرز درست و صحیح چنگ زدن همچنین تو را می سوزاند. زیرا که از یک طرف کفار تو را نمیخواهند، از طرف دیگر طاغوت ها نمیخواهند، از طرف دیگر مرتدین، از طرف دیگر جماعت های طاغوتی، از طرف دیگر جهالی که در پهلوی خودت است شاید نمیفهمند و فتنه ها، کشمکش ها، این همه چیز سبب میشد که توی دیندار یک موحد به سبب دینت خیلی هم عذاب میکشید. معناش همین است. و اما خوشا به حال همین انسان، این همیش اجر است و ثواب است. این بشارت پیامبر برای امتش است که بیان کرده. بارک الله.